میگه اعمال ندارم پر الله و پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم. به یاد ما نمیایه از نعمت محبت الله محروم شدن، از همه نعمت ها محروم شدن است. آیا با خود فکر کنیم که در قلب ما محبت الله و پیامبر وجود داره؟ او محبت الله و پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، این از امو پرسان میکنه چه وقت قیامت میاد رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است.